از شما اصحاب رسانه متشکرم که امروز آمده اید. من هم متشکر هستم. میخوام نظرتون راجع به بحران در کشور ایران بدونم. اساساً من میخوام بگم دولت آینده ارتجاعی است. دولت آینده برای هیچ کس دیگر سودی در دنیا نداره. آیا شما حاضرید برای از درگیری مذاکرات غنی سازی رو تعلیق بکنید؟ دیگه اون دوره گذشته دیگه. برنامه‌های هسته ما کاملا دنبال خواهد شد. راه تندروی و افراط دنبال خواهد شد. من لازمه به شما بگم که ما با آقای شیراک برادر هم هستیم. شیخ جانی فری روحانی، شیخ جانی فری روحانی. آیا شما درخواست مظلوم اجرا میکنید یا نه؟ نه، کنچه وظیفه من هست این هست که به خواست رهبر معظم انقلاب توجه کنم. آقای روحانی، من میخوام با شما درد و دل کنم. فکر میکنم من توضیح دادم قبلا که کاری دیگه نمیشه کرد، ولی به هر حال رهبری معظم انقلاب داست دارد. البته داست شیخ جانی فری